امروز داشتم پیج مرحوم الهه حسین نژاد رو نگاه میکردم که متوجه هایلایت عجیب شدم. هایلایت نه به اعدام محمد حسینی قاتل شهید روح الله عجمیان. نه به اعدام یا نه به عدالت. مخاطب این سوالم شما خواهرای خوب سرزمینم هستید که به هر نحوی شعار زن زندگی آزادی میدادید و هشتگ نه به اعدام میزدید. اصلا تا حالا به این فکر کردی که اگه یه قاتل خواهر خودت یا خودت رو بیرحمانه به قتل برسونه، بازم حاضری با هشتگ نه به اعدام عدالت رو به تأخیر بندازی؟ بازم حاضری هشتگ بزنی و بگی نه به اعدام قاتل خودم؟ الهه عزیز، همون دختری که توی پیج خودش از قاتل شهید عجمیان حمایت میکرد، متاسفانه امروز قربانی همون خشونتی شد که دیروز با چند تا هشتگ توجیهش میکرد. و حالا اما خانوادهش با صدای بلند فقط یه چیز رو فریاد میزنن: اشد مجازات. اشد مجازات درخواست مردم و خانواده مرحوم الهه حسین نژاد است. خواهر خوب ایرانی یا به قول خودتون آریایی من، الهه هم یکی از شما بود. تو که امروز از قاتل حمایت میکنی، شاید فردا دستای همون قاتل گلوی خودتو بگیره. اما اون روز هیچ هشتگ و شعاری نیست که نجاتت بده. مهربونی وقتی خوبه که امنیت تو رو ازت نگیره. پس اگه بازم تصمیم گرفتی که هشتگ نه به اعدام بزنی، یه جمله رو قبلش با خودت زمزمه کن: اگه من جای الهه بودم چی؟